با سلام. اکثر دسته راهنماهای پژو 405 آردی، پارس و تمام محصولات ایران خودرو بجز 206 همچین دسته راهنمایی دارد. اینو خاراش آزاد میکنیم، این دوتا خارو، و بازش میکنیم. همیشه این قسمت سوخته میشه و با تعویضش که قطعاتش هم هست تو بازار، مبلغی هم نداره، دروش 50 تومن 40 تومن 50 تومن هست، میتونیم بخریم و تعویض کنیم. وقتی تعویض کردیم دوباره دربو البته گریسکاریش میکنیم. من این قبلا انجام دادم، تعمیرش کردم، گریسکاریش میکنیم و دوباره میزنیم. دسته راهنما رو چک میکنیم، بله اینجا درست عمل میکنه و میبندیم روی ماشین. به جایی که بخوایم 600-700 هزار تومان بدیم دسته راهنمای فیک، دسته راهنمای کروز فابریک خودش رو میشه تعمیر کرد. با تشکر، بهکاری استاد مهدی.